صورت مرا مونده جانان نمی چی کار میکنی تو باید بس کنی این کارا را پد شوی من موندگی تو کی مرا نصیحت میکنی خدا زده البته شوم روزی خدا روزی راست میگن درون خانه تو مثل کوچه است تمام کار و بار زندگیت به نمایش میگذاری فقط توالت دور اومدن و حمام دور اومدنت مونده کی کدام روز هموش هم نشان میدی خفه نشو این حقیقت است شوهرت اگر نصیحتت نکنه و از خودنمایی باز نداره به هر بیننده ای که تو را میبینه واجب شرعی است که تو را گپ زنه و نصیحتت کنه تو از کار گناه دست کشی این امر پروردگار است ورنه فسادی بزرگ در جامعه پهن می شود برای آنکه شما زنها بسیار گناه ها را در پوبلیک انجام میدهی و گناهش نمیدانی اصلا گناه بودنش احساس نمیکنی میگه شما راضی خدا راضی اینا یقین بدان که وقت شوهرت این همی خیل خودنمایی تا ببینه و دم نزنه در پیشگاه الله دیوس و بیغیرت و در گناهان تو شریک حساب می شود خداوند هرگیز از خودنمایی زن در معرض تماشای مردان راضی نمی شود از شوهر دیوس هرگز راضی نمی شود در روایت احمد آمده است که پیامبر خدا درود خداوند بر او می فرماید خداوند جنت را بر 3 نفر حرام گردانده است و یکی از آنها مرد دیوس است دیوس مردی است که به حجابی زنش میبینه و دم نمیزنه زنش برای مردها خودشان نمایش میتیه ولی میبینه و دم نمیزنه شوهری تو اگر غیرت میداشت تو را از خودنمایی باز میداشت سایت سگیه کی فقط بلاگرها را اونجا ویدیو کلاگه برای چی برای آنکه بلاگرها خیلی سگوده سخالی سگوشتاق کردن در این سایت ما نه تنها بلاگرها بلکه هر کسی که بی حیایی را رکلام میکنه دیوسی و بی غیرتی را رکلام میکنه همش یک به یک انشاءالله میبروریم سراینده ها بلاگرها پریکالیستا زنهای افیر همه شما را به اذن الله میبروریم و زیر انتقاد قرار میدهیم بلاگرها برای ما سغل سرگوش نیستند آنها برادران و خواهرای ما هستند که به خطا رفتند مقصد ما تنها اصلاح آنهاست اگر نوارهای ما به خاطر لایک و پرسماتر می بود حتما این یا آن چیزی را رکلام می کردیم از شما درخواست می کردیم که لایک مانه الله از قلبهای ما آگاه است از گناه باز داشتن فریضه دینی است و می خواهی نمی خواهی من فریضه دینی ام را انجام می دهم